سلام شنوندگان رادیو آزادی و همینطور استفاده برندگان سامانه رادیوی آزادی. مهلت فعالیت جناب ادوارد آویر رهبر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان به پایان میرسد و در مهمانی ما جناب آویر قرار دارند و در مهمانی برنامه ویژه مهمانی آزادی. جناب آویر، می شود بگویید که چون فعالیت کاری شما در تاجیکستان با پایان می رسد، در این مدتی که در تاجیکستان قرار داشتید فعالیت دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را چگونه ارزیابی میکنید؟ It's indeed my last day in Tajikistan. آره، امروز آخرین روز کاری من با عنوان رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان است. از ماه ینوری سال 2010 در تاجیکستان با عنوان سفیر این سازمان بین المللی به فعالیت شروع کردم و این جانب 4.5 سال باز در تاجیکستان کار کردم. البته این مدت خیلی زیاد است. همه سعی و کوشش من به آن روانه شده بود که اقتدار اتحادیه اروپا در تاجیکستان بیشتر شود و در آغاز فعالیت در سال 2010 دفتر نمایندگی همگی 16 کارمند داشت و همکنون به بیش از 30 نفر رسیده است. بودجه کمک رسانی نیز آن هنگام برای تاجیکستان زیاد نبود و همکنون این 2 برابر زیاد شد. با وجود برخی دشواری‌ها در آغاز کار، فعالیت دفتر نمایندگی در این مدت مثبت بود. تشکر. جناب آویر، همکاری های شما با حکومت تاجیکستان در کدام پایه قرار دارد و آیا بودن مسئله هایی که مثلا از جانب حکومت تاجیکستان خوب قبول نمیشدند و یا مورد اختلاف نظر با مقامات اروپایی قرار گرفتند؟ The level of cooperation is quite high. We had during my stay here in Tajikistan a visit from سطح همکاری‌های اتحادیه اروپا با حکومت تاجیکستان در سطح بلند است. اتحادیه اروپا در تاجیکستان فعالیت مؤثر دارد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سال 2010 به بروکسل سفر رسمی داشت و کاترین اشتون نماینده عالی امور خارجه اتحادیه اروپا نیز به تاجیکستان سفر کردند. در سطح وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای میانه سال 1 مرتبه ملاقات انجام داده می شود که وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز شرکتی فعال دارد و در این نشست مسائل مهم همکاری ها میان اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه بررسی می شود. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان نیز با وزارت‌های مختلف از جمله با وزارت مالیه، تندرستی، انرژتیک و ذخیره‌های آب ملاقات‌ها انجام می‌دهد. البته هر کاری انجام داده می‌شود موارد پیش می‌آید که طرف‌ها به توافق نمی‌رسند. اما مهمترین کاری که اخیراً صورت گرفت شامل شدن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت بود که اتحادیه اروپا از آن استقبال کرد. عمده‌ترین مسئله‌ای که ما با حکومت تاجیکستان مباحثه می‌کنیم و حتی بعضاً اختلاف داریم این موضوع تأمین حقوق بشر در تاجیکستان است. ولی چون در مورد وضع حقوق بشر یا حقوق انسان می‌خواستم از شما سوال کنم که همین وضع حقوق بشر در تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنه و این اختلافی که شما میگید سر چیست؟ The European Union has a clear human rights agenda around the world. So when we believe that these principles are violated in one country or another. عموما اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر برنامه ویژه‌ای را در جهان عملی می‌سازد و اگر در کشور پرینسیپ‌های حقوق بشر نقض شود حتما با آن کشور بحث خواهد کرد. سازمان ما در تاجیکستان در ارتباط با نقض حقوق بشر اظهارات‌های پخش کرده است و این ربط می‌گیرد به بازداشت بعضی شخصان و مسدود شدن سامانه‌های اینترنتی. البته موضع‌گیری اتحادیه اروپا در این مسائل برای بهتر شدن وضع حقوق بشر در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. بعضی فعالان حقوق بشر میگن که تاجیکستان در سالهای اخیر از نظر وضع حقوق بشر خیلی رکود کرده است. آنها بر رویدادهای تابستان سال 2012 در خاروغ و همچنین در رویدادهای سال جاری در مرکزی بدخشان و دادگاه‌های شرکت‌داران آن حادثه‌ها، بازداشت‌های پرسر و صدای زید سعیدوف، الکساندر صادقوف، شهرت قدرتوف و قضیه بسته‌شوی سازمان امپارا و دیگر مسائل اشاره می‌کنند.
اتحادیه اروپا هم در این زمینه البته همونگونه که گفتید اظهارات ها داده است. اون نظر شما به همین حادثه ها چی هست؟ We, of course, take these human rights issues very seriously, and as you have mentioned. албатта мавзӯъҳои марбут ба ҳуқуқи башар дар мадди назари иттиҳодияи аврупо қарор дорад. мушкиле ки дар ин робита пеш меояд, ҳатман ба ниҳодҳои марбутаи тоҷикистон муроҷиат хоҳем кард ва аз онҳо посух хоҳем гирифт. ҳамчунин ҳар сол муколламае дар робита ба ҳуқуқи башар сурат мегирад ки ин иқдом барои пешбурди ҳуқуқи башар дар тоҷикистон кӯмак хоҳад кард. That human rights, freedom of speech, political freedom is respected. تشکر. اما یکی از مسائل خیلی جدی که در این اواخر مطرح شد این بود که بعضی مقامداران تاجی فعالیت دیپلمات‌های اروپایی را زیر سوال بردند. البته فعالیت دیپلمات‌های اروپایی را در ولایت بدخشان تاجیکستان زیر سوال بردند و بعضی حتی خادمان سفارت شما را در کوشش به هم زدن ثبات این منطقه عیبدار دانستند. خب شما در این زمینه چی گفته می‌توانید؟ We have read about these statements in the media. воқеан аз тариқи расонаҳо ин гуна изҳоротҳо алайҳи намояндагони иттиҳодияи аврупо садо дод. албатта мояи ҳайрат ва тааҷҷуби мо аст ки чунин сару садоҳо ва изҳоротҳо дар нисбати намояндагони мо интишор ёфтанд. ҳоло он ки ҳадафи иттиҳодияи аврупо дар тоҷикистон тақвияти сулҳу собот ва рушди иқтисодии ин кишвар аст. аммо вақте чунин маълумотро аз расонаҳо хондем, мо ба ҳукумати тоҷикистон онро дар миён гузоштем ва онҳо бо мо якдил шуданд ки ин маълумот нодуруст буд ва ҳадафҳои мо дар ин кишвар дигаранд. I certainly have not read any similar statements in the media now for a while. تشکر میکنم جناب آویر. شنوندگان عزیز و همینطور کاربران سامانه رادیوی آزادی، همصحبت من ادوارد آویر سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان بودند که همین روز فعالیت خود را در تاجیکستان به پایان بردند. سلامت باشید. تشکر.